من در اینجا در یک مسئله میخواستم سوال بدیم. رفت و مردم به انقلاب تیار شد به یگان ویرانکاری. هم طلب استعفای این طبقه رو کنم. خدای نکرده امنیت خودش با استفاده از مردم عادی با ویران کردن منزل ها و دیگر مقصد گیرپرونی ها با استفاده یرا کند. از چارچوبه قانون بیرون کند. از نام مردم عادی. انا ما همین را میخواهیم که نباشه. کنیم؟ انا همین وقت ما همین را میخواهیم که نه سلاح، نه ویران کردن، نه سوختن، نه دزدیدن، یگان چیز نباید بشود. ما همین را میخواهیم. آنها میخواهند. ما هر کسی که همین کار کرد اون بیرون از چارچوبه مبارزه و میتینگ و مخالفت است. ما هیچ کس طرفدارمون را به زدن، به کشتن، به دزدیدن، به غارت کردن دعوت نمیکنیم. این تیم فی اس لعنت کرده الله مقامات همون دزد و غارتگر تاجیکستان ان که در دست بعضی آدمای دیگه سلاح میتین تا اینکه یک آدمای دیگر را دعوت کنن تا اونا را بکشن تا مصفی مردم کشته شود. انا من همین رو میگویم با شما. انا همین رو من همین است. ما نمیخوایم اینا. ما بزار از افرادی که سلاح میگیرن قدمی که سلاح میگیره بره پیش ابو دجال مدنی، ابو دجال بره پیش یکون شیطانایی که سلاح گیرن. ما سلاح گیر نیستیم. ما به سلاح خواستنیم که یعنی که وطن ما برای چی من سلاح بگیرم بازیدی قواهای دولت خودم جنگ کنم. من دشمن ندارم در تاجیکستان غیر رحمانوف. ملت دشمن نداره غیر رحمانوف. ما سلاح نمیگیریم. ما سلاح در کار نداریم. ما نه تکفیری هم نه آدم کشیم نه اگم کسا کشتن میخواهیم. ما آدم کش نیستیم. ما میخواهیم که رحمانوف بروه. تمام همون رحمانوف بروه. ما نیازش نداریم دیگه. ملت نمیخواه او را. انا میای برادر گرامی. سلامت باشید برادر گرامی. تشکر زیاد. تشکر زیاد باشید.